خیلی خطرناک چیزه. خدایش کریستال البته این کم و بیش هم ده، خدایش بسیار خطرناک است. ولی که اونایی که کریستال میشن در وهم گرفتار میشن. رو تر وهم بسیار زیاد از این کریستال کشا زن خورموشه، بچه خورموشه، فول نزدیکی دوست خورموشه. باز بعد که اونا تحقیقات میشه که چرا کشتی؟ مگه خیال کردمی این چاقو کشته این مرموشه، فول مگه یقین کردم مزید پیش که این مرموشه بیا مایی قرار دوشی در وهم از خدایش که آدمی که کریستال کش باشه زندگی یعنی خودکشی. البته اینجی کم هم ده فیلان خدا که مادر پدرها برای اولادهای توجه بیده و جوانای موی را نه یکی است مریضای کریستال این جیمنه علاقه هم زن است هم مرد زنای کریستال کش هم مادر چرا پیسه هم داری پیسه هم ده شوهرها بازیش انجینیر در بیا ملکای کریستال میشن یک دنم زی سپاهیا که اینجی FC چک پوست است پیش امامباره پنجابیان یک دنیزون زی بنگلش هم شیعه ها بود او قسم کرد گفتیم زنای شما جب مردم شما شیعه مفتینان و بارها دیدی که تای چادر کو بوتنای شراب بود چرا پیسه هم داریم پیسه هم در خونده در بیوان دوانی خود دینا که الحمدلله مور میگرم و مفهمیدم بود دیگه یک خلاصه فیگر بود فارا و برادره او خرچایی که در رو بری از این چیزا موشه یک سلامت بیم دیگه آلی نه از برای رضای خدا نه برای ازی که اکانومی خود سیف کنم و چی کار کنیم نه نگی گناه زیاد موشه در رو فلان اونا مگه دنیای مو در رو خراب موشه فیلا امام افتون میشون که امام فرمود اگر رای گناه را رفتیم آخرت خود رفته که رفته دنیا هم برای شما نمونده این قول اسکیه قول امام افتون امام کاظم علیه والی مو شما از چی میکنیم در این فیگران بود پیش از من یاد بودم شما راحت من اینترنت سرچ میدانید اگر بو اگزیکت لینک چی خواست اونایی که واتساپ نمبر را دارن بگن ما برای نام و اگزیکت لینک را این هم دونش کی فیگران را گرفتم توخین اونا نه امام افتون را میشناسن نه حدیث چی لیکن واقعی توخین اون رای گناه را رفته رای بیبندوباری رای یزیدیت که امروز نامش لیبرالیسم را رفته اینی قدر تاوان نصیب شده 2.5 लाख नफर जवानाई मौजूद हर साल कुश्ता मुशास्ताती ड्रग्स व दीगर मसाइल 20 लाख नफर द ज़हनी अमराज गिरफ्तार हुए $4 ट्रिलियन हम तावान अलावे ज़िला तावान चिकदर दुनिया रा खराब कर दुनिया रा बर्बाद कर हर 2 मिनट बाद एक नफर बेगुनाह अमेरिका कुश्ता मुश हर 2 मिनट एक रोज सोची इंची फसादा मुश किराम तो फिर मोराई गुनाह रहता गुनाह उमूम तो राय लिबरलिज्म रहते इनकी बदबख्तियां नसीब मुशने संगीन तावान इमा बिस्यार खुलासा कर तुम फिकर जरा बाजार लिहाजा उन्हें हम गया मोरा बचाव करनी अल वाक़े ने निश जारी बस्ता पूरा हल रखी इसका लड़ाई जुना दादा शुभ वस्तु की शुभ खाने नगो उलमा दारों मेरा अबू अजियागा दारों राय हल लगा कि उन्हें दीन मोरिद ना खानदान ना कबूल कर इसका लड़ाई को दरना दाई हल चीज दरन दरानी the temperance movement या नाम दरन यानी ची temperance यानी खुद को कंट्रोल जवानाई खुर्शीमगन वालमुख मेराई $4 ट्रिलियन तावान कम करेंगे 2.5 लाख नफर इस सिर्फ फिगराई अमेरिका है अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बेलिन को लगुजा में دیگران گوارایی که مو رای از تاوان دنیوی بدبختی دنیوی جامعه مدرن متلاشی میشه سوسایتی مدرن از بین مورد نه اون نسل معاینده نداره مو دیگر نسل منقرض میشه چند وقتی که اولاد نکرد جوانای مو نسل ختم میشه اونا تو فینالی د نیگیتیو هم د برث ریشو د نیگیتیو هم د منی امریکا اکثر ملکا خودم شو سرچین جوانا برادران قارا سرچین برث ریشو از هر ملک روی شمار خود از ملکا امو آفیشل از طرف گورنمنت کی فیگر زنده بسیاری ملکا نیگیتیو ہے اینا تو مثلا اگر اگو ملک میخوای نسل چی باقی اون
جامعه پیر نشنن باید جوانا باشه که کارخانه کار کنه دفترها تمام شده باید جوان بشن دیگه آهسته آهسته پیر میشن ریتایر میشن دیگه در اون حساب باید هر ملک کم سے کم 2% برد ریشوشی باشه لیکن از اونها اکثر ملک‌ها 1% از 1% کمتر است که خوش شما سرچ می‌کنید ما نمی‌خوایم در چیزا تایم شما رو خودم اگر رای حل چیه اصل تاپیک معنی بود دیگه با امیتر بود که تا شما گاب رو بفهمید که گاب چی خاصیتی است اونا چهار طرف از رای حل چهار طرف از تمپرس موومنت هم چهار این قسمو درو تاوان باید هم در حسابی 2.5 لک نفر مومره 20 لک نفر در دماغی امراض مبتلا میشه چی خاص آدما در خانه ها متلاشی شده نو نسل مو مازیر نیه دیگه ازدواج کنه و اولاد پیدا دیگه دیگه موشی جامعه مو از بین موره سیدا امام یاشتون که دیش شیرموشمو امروز چیم خونیندنی درو پورا موشه و رای هرشیم تا اسکالرایز نامگه the temperance movement است یعنی چی؟ او جوانای یاد دیدی که خود کنترل کی جوانان چطور یاد دیدی که خود سلف کنترل داشته باشین اونا در آن موقع تو این جوانان موقع که تو کی مثلا خیال مونی که هر چیز که خوش تو مای هر چیز که دل تو میخواه بهتره دقت کنین این کم گلی دقیق اونا جوانای که امروز درس میدن موقعی جوانای مو شما خیال مونین هر چیز که دل مو میخواه همو بیست است موقع نہیں کرنی ہے لازم نہیں کہ ہر چیز کی دل تو دکھایا وہ بیسٹ است گایا یہ چیز بیسٹ است لیکن دل تو نہ ملا درس ملا یہ گوار چرو نہ درو سمجھاؤں گا تاکہ انہیں خود کو کنٹرول کا دور یاد دی انہیں کو موبائل جوانائی کو یاد دی کہ جوانائی مو شوق خود کنٹرول کا نہیں نہ شوق شراب چیزو دار شراب رب افراد بدبختی کرنا بھائی دیگه تنها کہ شوق خود کنٹرول کرنا این فکر خو باید کنترل بکنه این احساسات خو عادتای کنترل کنه سلف کنترل یعنی چی؟ یعنی که جوان مو بیتنه فکر خو کنترل کنه جوان مو بیتنه احساسات خو کنترل کنه و جوان مو بیتنه بیهیویر خو کنترل کنه سه چیز باور که این تعریف تقوا ہے ایگزیکتلی تقوا میگه تقوا یعنی تو فکر خو کنترل کنی تقوا یعنی احساسات خود ایموشنز خود کنترل کو و بیهیویر خود کنترل کو ایگزیکتلی تقوا لیکن نام چی دادم سلف کنترل یا تمپرنس دادم الفاظ فرق نمو گلاس را خلاصه جگ نام بیدی کیمرا نام بیدی و گلاس یعنی گلاس است خدایش اینا ما خودشون دقیق مطالعه کنیم که خدای تو مزاج چطور بدلی میشه ابھی دنیا چند ست سال از تقوا فرار کرد لیکن آج دوباره در تقوا پناه بود مجبور هم است چون دیگر رای حل نداره اونا موقع مو جوانای همیتا ریلا کنی این مو جامعه مو از بین مو نسل مو ختم موشه چونی که اولاد نکرد جوانای مو ازدواج نکرد تو نسل ختم موشه دیگر اکانومی مو برباد موشه در 4 تریلیون دلار در یک سال پورا ملکای شهر یک جایی که بجٹ از اینا 4 تریلیون دلار نمیشه اکانومی مو ڈاؤن شده رہی ہے وہ مجبور از دیگه ملکا اسکیل ویزا در بیخواهی اون چی خستاوانی دیگر ذهنی امراض خدایشی زیاد است از اون چی طلاق زیاده جدایی زیاده چک مردم دماغایش در جایی نیست هر سال 20 لک نفر نو دماغی امراض ملیش اضافه میشه ایزا مگمو بولی واپس تو چی کار کنی مگر تمپرنس موومنت تمپرنس چیه مگر یعنی خود تو کنترل تو چی کار کنی جوان مگر ما خود کنترل کنی مگر تو کنترل کو خود یعنی فکر خود کنترل کو نباید هر چیز درمینی فکر تو باید احساسات خود کنترل کو impulsive behavior نداشته مثل موازه تا که فلانی طوری تا کو بابا مومیل تا خوار مادر برای تو نمی این امرات خوشی این خوشی مینداره این تا ایچی بچان مومیل یاد لازم فکر نمیکنی می آدم روز تا موگا نموگا امو بدبخت واقعی می تا گفته نگفته این موج مسائل کرد ندارم ایچی موگا impulsive behavior تا بچان لگی فورا شروع میشه اونا موگا چی خود تو کنترل کو برای یعنی فکر خود کنترل کو احساسات کو کنترل کو و بیهیویر کو
یعنی عمل خود کنترل کی گفتم یعنی اگزکتلی اون چیزی که ما تفاهم میگن تو واقعا بسیار جالب است در ایران میشه موقعی کارا کن و علومات با چیکار کنی جوانای خود کنترل کنه چی رنگ اینا کنوینس کنی ابو دلیل خوبی دی جوانا کنی در نمای خود کنترل کنه جوان هم دارن جذباتیه مگر تو جوانا یاد میدن مگر تو لازم نیه که هر چیز که دل تو بخواهی اون بهترین چیز باشه یعنی که دل یک چیز رو میخواهی لیکن اون در حق از تو بهترین نیه در حق از تو نقصان نیه مثالا میدن اما تفسیرش اگر بگم تایم از مو کم است برایش نه مثال ها میدن این مثالای تو خونگا دل تو این چیزا میخواهی لیکن تو در فایده تو نیه دل تو میخواهی شراب را اووردوز کنی خورده باری لیکن تو خراب مونه مور اکسیدنت مونی کوئی تو خراب موشه امایی که اخوار ہو که مادر ہو که همسر ہو بد اخلاقی مونی ریلیشن تو خراب موشه شما بعضی جوانان تو که ما آدم پرسان رو از جوانان که لبا موگایی موری پرسانی که تو چی کار کنی و مختلف کار نه مختلف با گو درایور است گو آفیس است یک ایده جوانان ما دیدم که اونا موگه کار از مو چیه کار از مو منی کلب است منی بار مونجی مردم شراب میخورن بس کار از مو چیه موگه مور یاد داده شده چنین داده شده که یعنی آدم که یعنی علامتان داده ای زیاد خورده شراب شما باید دور کنترل کنی اور کلب باید دور کنی اینا قانونی اینا را قانونی اتارچی داره یعنی که نه روی آدم اووردوز شد چرا او خراب میشه خوشی ناجور میشه گردیش ممکنه فایشونه جیگرش ممکنه که گرقانشونه دیگر ناجوریار پیدا کنه شما میتا که خلاصه در بار در شرابخانه که جوانا شراب مخورن شما تو خلبات تو خلبانی یعنی مخصوص علامت‌ها که اونا یاد دادن دیدین منی بزرمو چه مور از شرابخانه بول کنی اینا قانونی اختیار داره آن شرابیاب از موقع خیلی باشه یک چند بوتل دهی بیزی و چند بوتل دیگه شرابخانه مولی و زود اوچی که باره اونچی دان دارگم بازی نایسته نام باز و چیش تو مخصی خوردنی بودی خورده تو اجازه این باقاعده یک جاب است چیز جاب بین الفاظ من جابی شراب خورشناسی این شراب خور میشناسه و مفهمه که چی قصد نشایر گرفتن بزرگ مزید نمیله که مزید بخوره یا بوره دیگه کلب چرا مگه او اووردوز میشه دیگه نه جوانات مگه تو این اول نگم دقت کن خواهرام بیراده که هر چیزی که دل تو میخواه لازم نیه او در بیست فایده تو باشه و دین چی نیه فلسفه نبوت اگزکتلی همی کبرم باید فلسفه نبوت همین مگه که لازم نیه هر چی که دل تو میخواه امو صحیح باشه از کی دیگر صحیح و حالت از خدایی که علم چیلا میگود دین شکر رایی دین داری امان شد الو آدم که در روی درسار میده و دین مور نخنده اصول دین نخنده او فلسفه دین را نخنده لیکن او ترجمه موگه باور که این میشمو اینا رو گفتم شما خاص این خدا شما سرش میتن خود دوینه گب چی موگه دوینه گبی موگه که تو خو جوانار موگه خصوصا دخترو رو دو ملکه موگه تو خودو که هر رنگر ڈریس اپ مونی ما برای شما سمجام کنم بسیار کوشش کنم لفظای ما بسیار دادا باشه ما لفظای ما یوز کنم کوشش کنم مکسیمم خلاصه در ادب بگم و بارم چون یک انگلیسی سمینار است شما گوش کنید اونا دخترور موگه که تو که این رنگر لباسی نیماوریان مبشی شاید تو اراده نداشته باشی که ابو جوان را جذبات چربال باید شاید تو اراده نداشته باشی لیکن کارای توی کار نمونه تو نمیخوایی لیکن کالای سو لباس توی کار نمونه و تو در خطر مفت لحظه کالای کنترل از خاطر این امزیه تو خیلی خراب بیاده الان تمام یونیورسیتی های یورپ امریکا استرالیا درس کود دارد تو این حجاب را فلسفی حجاب را گناه بغاوت کرده چون که دیدن این میگه تو این ایمانه تمپلیس موومنت این اصول چیه دختران موضوع این هر قسم درس اپ نکن الان لفظی حجاب را استعمال نمونه لفظی حیا استعمال نمونه اونا دین را قبول ندارن لیکن گبر امور موگه که کد حجاب و حیا دارو
سازگاره. دخترای شما رو این هر قسم دریس اپ نکین، هر قسم میکاپ را نکین، چون شاید شما نخواهید از ذریعه میکاپ و دریس خو جوانای خلاصه بی‌بندوبار و جذبات شیربال باید، لیکن لباس شونی کار نمونه. چاری ناتوخین این چیزا در تجربه 2.5 ساله فهمیدن. لذا نال تمام یونیورسیتی‌های یورپ، تمام یونیورسیتی‌های امریکا، تمام یونیورسیتی‌های استرالیا دریس کد دارند، یا قانون دارند که تو هر کالار پوشیده در یونیورسیتی امداد نمی‌کنه. برو بگذاری در بازارها آرنگا کالار موشی بپوش، لیکن در یونیورسیتی که مایی نپوش. و چرا در یونیورسیتی چرا دریس کد داره؟ چون موقع تو اینجی که هر قسم لباس پوشی اینجی بس کس خانده نمیتونه. جوان که طرف از تو نگاه‌های بچی بفته و خواب میخونه و پروفیسر را گوشونه یا تو را تیمونه نمونه دیگه زاید او پروفیسر را گوشش نمونه یا زن اتوخین ولی تمام یونیورسیتی دریس کود هستند. در یونیورسیتی او رنگه به ایجابی نمیگن، چرا مانه قانونی طور پر مانه است. اتوخین باز یک استیپ طرف ایجاب مایه در بازاران صحیح ایجاب نیه، در پیکنیک پایچه ایجاب نیه، لیکن یونیورسیتیش ایجاب را قبول کرده. درست نام ایجاب نمیده مگر دریس کود. اون لفظ هر چیز کی باشه اما معنایشی تو همونی که چی. اونا نمگر حجاب، قوانین حجاب، حیا فلان، اونا نمگر دریس کود. دریس کود یعنی که باید تو خود کور کنی. او تر کور کنی که خلاصه پیامی غلط ندیدی. تو این یک قدم باز طرفی دینداری پیش می‌بری. یک صلوات بخوانید. باز من یه تمپرنس موومنت چی بودم؟ اونا مگه دخترو بشار یاد میدم مگه تو شما نباید که تنها باشید. برای طولانی وقت نباید که شما تنها باشید. تو دین مویز نمگه که دو نامیره نباید تنها باشن، نباید در مدتی طولانی اونا یاد میدن. چرا مگه تو انسیف میشی. باز تو خیلی مگه شراب نخورید. عجیب است شما در هر ملک دنیا امروز رمون در هر ملک دنیا باری من شعرایشی کلبی سابقه شرابی است. کلب اسکی این گروپ است. سابقه شرابیا گروپ داره. یعنی چی نام که ما شراب خوردو توبه کنیم. ما سابقه شرابی است. آن شراب نمیخوریم. با اونا کارشی چیه؟ اونا دیگر جوانا را ساعت میده، سمجاو اونا ماحول میده و شما شراب نخورید. ولی پورا گول مانیه اونا. اونا ما در تجربه فهمیده شراب خانی مور خراب نه. شراب نه برای ما منتل هلت میده، نه شراب برای ما اکانومی میده، نه شراب برای ما خانواده میده و نه شراب برای ما دوستا میده. تمام را ما خراب میده. حالت شراب مونا مردم بدی خراب میشدید. باو کریمونه چون شراب دانشایی یک سر زن خوردم در خوار خورمو بعضی مثالایشی در اون طرفا دیدیم شکر او خسنیه خسته اون طرفا خدایش اون مطلب یک دفعه که اول لفظ که دادن شرابی ما بدون نور تا که نشیش ختم نشد نور گفتم ما دیگه ازیشی میشه تعلقات خراب میشه لذا مثلا من سیدنی ما دیدم که سابقه شرابیا کلب داره. کلب یعنی گروپ داره. بازونا مردم را فری ادوایس میدن، تبلیغ مونن الان. خیلی بو امر بالمعروف و بو رمای نه شرابیا اینا اونا برای رضای خدا کار امر بالمعروف نمیده، لیکن کار اول مونن که مو امر بالمعروف که دیگر مو تو شراب نخوریم. شراب برایش هیچی نمیده. دنیایش مو خراب نه، همه آخرت مونن نداره. دنیایش مو خراب نه. لذا اینا چیکار اینا مو جوانان مو تو اگر شراب بخورین کم بخورین، زیاد شراب نخورین. یایش نخورین. چرا موقع تو که زیاد شراب بخوری تو نگفتو را یاد نداری بس. نگفته نمیدانی. الان من این نوع اسکیلز که جوانان را باید دادم شد اگر وقت اگر زندگی خدا داده چند اسکیلز دستو باز باید نمیده در روز شما کم سے کم بیوایی کورس دو کمپلیت میشه. این که یک دو گنچه نمیشه.
دیونا مو برای بخوای نو نسل مو کامیاب نسل باشه چیکار کنی؟ باید اینا را اسکیل زیاد بیدی. یک اسکیل چیه؟ ما ناگفتو را یاد داشته باش. مونا چی؟ مو از خاطر شرم و حیا، از خاطر روی درواسی نمود. دوای دیگر گوش کن. جوانای مو یک از کارایی که از خاطر چی ناگاهی در گناه مبتلا میشه، از خاطر دوستایی چون ناگفتو را یاد نداره. عجیبه در این روزنا دنیا ناگفتو یک اسکیل است، یک هنر است، باید هر کس یاد بگیره. یک کار اگر او کس ترمونه که مطابقی اقدار و ویلیوز دنیا تو باید ببین نه مانم هر کس کی باشه این مویدن که تو را گوه طرف گناه دعوت بیدن او کس تو در عادتی بک بخواه مطلع کنه تو باید نه بگیوره چی دوست تو باشه مادر پدر تو باشه یا هر کسی کی باشه اینا تو خیلی اینا موقع جوانان یاد میده برای اینزی تمپرنس موومنت برای اینا خود کنترل کنه اینا یاد میدن کنوینس میدن که تو خیلی ناگفتو را یاد بگیری و برای اینزی که تو ناگفته باشی و خود را بسیاری بدبختیان نجات بدی باید تو شراب نخری چون کسایی شراب مخوره اونا دیگه ناگفتو را یاد نداره منیش اینایی پوتنشل کم موشه و میتن چندین مثالای دیگه مثلا تو خیلی انا چند عام شده در اسکول بچه دخترون جدا مون حالا دیگر مبول ابرالی میرم نمیرم وجود نداره بچه رو دختر بچه جدا مونی چرا مقامو دیده که در فایده دیده مردم استرالیا نه تو خیلی در اسکولا و لاتای خونایش پیسه داره سرکاری اسکولا خونیست سرکاری اسکولا ازمو اون جیم خراب است لیکن اونایی که پرایویت اسکولای مردم ترجیح میده که دختر خوب بچه خود در پرایویت اسکول که تنها اسکولی دخترای و بچه را تنها در اسکول که اسکولی بچگانه در حالی که اونا مسلمان نیست بسیاریش اگرتا ایتیست هست لیکن چرا برای دیگه دنیای زن نزدیک باشه وی زیاد شده رایه منی بسا بولیم یا منی دیگر ترینا و غیره یک دو دانه مدبیش مخصوصی زن است اونگه دیگه زنان میخواهی که مردم میکس باشه فرق نداره بولیم آرکس میخواهی میکس منی مردم باشه لیکن دو جبه اول و آخرشی مخصوصی زن است منی یورپ منی استرالیا منی ژاپن و زن است تمام زیاده منجی مورد منی دو جبه که مخصوصی زن است چرا منی مردان که موری نامرادان مور غلط نگاه تو و زنان خدای دو تا سنسر دادن زن اگر اگو مرد در نگاهی بد تو کنه مفهم مو مردا کم داره دینی رایی چیز دیگه منی از موفیت نشده او خزمونه مفهم زن را خدایشی خدا منی حدیثام هم خدای دو تا صلاحی داره خدا که نگاه ها فرق نده یک دفعه مو نگاهی نارمل نگاه داری که دیگر تو یک دفعه گر بود نگاه های گناه داره تو زن ها مفهم او چیزه که اینی در نگاهی بد و زن گلتی محسوس مونه زن تر احساسی بیزتی منازی کرد تو خیلی اینجور شکر از یک ثانیه لیکن اونجی زنان مگه چرا مردان عنوانی به نگاهی گناه چرا تو مونه گفتم نو یک سخت لفظا مگه او زنان ما او لفظا استعمال نمونم اینجی که فضای مو سازگار نیه لیکن اونا مگه چرا مردان در نگاه های غلط تو مونه و گفتم زن مو فهمه که بو که در نگاه های غلط امروز زنان اوای رونه بیشتر زنان که منی زود جواب وره که زن و مرد میکس هست زنانه جواب وره چرا مگه اونجی مومدی زن هست استریب است منی مرده زنگوری نار نگاه های غلط دونه مو احساسی گناه مون احساسی بیزتی نمی امروز زنان اونجی پیغام خلاصه فریاد بلند کردم مورد عنوان انسان توخ کنیم سرچ این شما خواهرها و بیادران یعنی چیزا سرچ کنیم شما بسیار آرتیکل هم آید اونا مگه we are not objects چرا تا مگه مورد رو غور توخ کنیم موگو object نیستی بس که یک لفظی دیگه مگه اوشی معنی مگو امیرم سرچ کنیم کافیه we are not objects بس تو خیلی چی آرتیکل هم آید ایرکی مگه زنای یورپ امریکاست چیزی مگه वो तो ना कि नहीं का बस लिहाजा ही ना रियाज में रख मुगा के मिठाई जी चीजें बची क्या स्कोलाई बचाओ दोस्तों जुला है था जना एहसासी बेइज्जती ना इज्जत नफ्स तो हर इंसान एक ईगो दरस को एक इज्जत नफ्स वो बिचारी रिश्तेदारी मुझे खराब मुझे दोस्तियां वक्त की मौत होनी है गाना हमारी इज्जत न मिले
وقتی اون ایزنا خود تو کم تا به عزت و لو محسوس کنیم اون رشته‌داری ریلا میده. چون ما عزت دارم، ما انسان و زنان اون چیز را دارم نوٹ کنه. لذا فریاد میزنم we are not objects. و از اونم زوم اگر ड्रेस نکن تاکه تو object نباشی. شاید تو که لباس تو نیت نداری لیکن لباس تو مکرمه. خلاصه تایم مدارو آخر چی میرسم یک چند جمله دیگر جمهور بودم. در بازونا تو که یک پلان شروع کرده ایرم سرچ کنید بسیار خوب است. Psychology of self-regulation. Psychology of self-regulation و تو خود تو کنترل کن. Self-regulation یعنی که خود کنترل. فکر تو در کنترل تو باشه، احساسات تو در کنترل تو باشه. تو اعلان وقتی اذان موقع آف تو پینجا کسی میخواد بور مام چند میت جمله بکنم. و اینا چی موقع سلف ریگولیشن و سلف کنترل است. سلف کنترل از این خاطر موقع ما استعمال می‌کنیم چون سلف کنترل برای حیوانات هم استعمال میشه و برای دیگر جانداران هم استعمال میشه. و انسان‌ها که دیگر جانداران فرق نمی‌کنه سلف ریگولیشن یوز می‌کنه. سلف ریگولیشن یعنی خود رو ریگولیت کنی. خود رو منظم کنی. همین آخری بود تو خیلی چی قدر جالب. تو اینا موقع چیکار کنی خود رو ریگولیت کنی شما سرچ کنید. شما گفتم شما باید استاتیک ما شما رو توی اشاره می‌کنید. و اینا موقع که اول ما چیکار کنیم مانیتور یور بیهیویر یعنی اعمال خورا مانیتور بودی در اون چیکار می‌کنی خداییش من این تقوا مونم که مراقبت اونایی که اخلاقیات خنده باشن ولی اخلاقیات تمامی بزرگای موقع که مراقبه بود یعنی چی تو در اون چیکار می‌کنی اینا چی میگه مانیتور یور بیهیویر این اون لفظ و بعد از بعد چی میگه بازبان میگه یک روز تو که دیر شد جج یور بیهیویر خود خوشی ارزیابی کو خود تو این روز چی کار انجام دادی که برای دین رو چی میگم مؤاخذه میگم تقوا و از بعد میگه ریکت یور اون بیهیویر تو کاری کردی که ریکت بود اگر غلطی‌ها کردی خود رو مزامن تو سمجاو و ایمانه بس خلاصه گواهی دیگه هم بودم دیگه وقت شما ردون دیگه این گواه نشان میده خواهرها و برادرها انسان که 2.5 سال رای یزید را گرفت که امروز نامش لیبرالیزم است آخرش تو در کجا رسید چطور دنیا نمونه آخرت را خیلی کوکی نه آخرت را قبول نه لیکن دنیایش اینا برباد میشه اکانومی داون میشه و آینده نه نامعلوم آینده نسل چینا از بین مونه لذا اونا باید مجاورای تدینسی گواه کنترل کنی که آل شما می گوار که دین میشونید تمام شما گواهی دین و فدایشونی آمسین مونه. این خلاصه کردی که چرا مو بیوقوف باشی رای رفته چرا دوباره بود. اونا که یورپ 2.5 سال رفته و آل سرشی دستان خورده والی نمفهمه مو چطور خود رو روز کنی چطور خود رو دوباره ریگولیت کنی نمیتونن درو دیگه مو چرا رو را بودی و چرا رایزی لیبرال بود که مور دارم تازه یاد میدادش بیش مور اون دنیا دارم نشان میده که 2.5 سال رای رفته شدن نبید یونیورسیتی یورپ امریکا استرالیا دارم حجاب را رایج بنامانی ایسته شروعش دیگه خدا تمام از مور عقل و شعور بیده که موی دوباره هو فهمی و دیگره گواهی من جی ختم موشه سیشن همین جی ختم موشه دیگه باید که میخواین بورن و خودتان خواهرایز موال بوره تاکه مشکل پیش نایه و اگر اگو سوال داره مدخل پاتسته برادرها یک دفت بور نشن بیلن هم خواهرها بوره تاکه سفر را میگه باید کلاسا را بگیرید مومایی اعلان کن مومایی اونی خواهرها مادرهای ماشالله اینا مزمی سلسله جاری باشن دیگه ای که چون مجلس هم است مای مولم سفر دیدن که مجلس ها زیاد میشن خیر انشاءالله بود بس شما را آوان شیدیم انشاءالله تا خواهرها مولن هر کس که